آقا مصطفی رفیق نازنین من قرار امروز با هم یه تمرین کنیم و از تمرین کردنمون قراره یک فیلم بذارم که شما ببینید لذت ببرید. خیلی دوستتون دارم. چی داری میخوری؟ آمینو انرژی دارم بخورم که درست حسابی با تمرین. با طعم چیه؟ طعمش بلوبریه. بلوبری قرمز بود. خوشمزه است، خوشخوراکه؟ نه توت فرنگیه باش. توت فرنگیه. آقا این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید، ما رو دنبال کنید. قراره یک تمرین خفن کنار هم دیگه داشته و چی بویی هم لاس سلام نمی‌خوای بدی؟ سلام خدمت شما. بینندگان عزیز. سلامتی خودت، سلامتی اونایی که دارن ما رو می‌بینن. گوش باشه. حتما نباید چیز دیگه باشه، سلامتی. برسه ما بریم که داشته باشه. با امروز خواستیم به تمرین داشته باشم. همونطور که داخل توضیح دادم اومدیم قسمت تیاریکس میگم به این درسته؟ قسمت تیاریکس این در رو ببندی که این کپی رایت نخوره. از اونجایی که ما مصطفی قبلا تو کار بوکسو ما خواستیم یکم مش بزنید دست بزنید ما ببینیم لذت ببرید. من فقط میتونم بغلش کنم. من بزنم. خیلی سخت. بیشتر فشار میاد. خیلی فشار میاد. خدا سر شده. برخلاف چیزی که آره چلو واسه خیلی ببین نسبت وزن اینم بهتون میگم بچه‌ها. نسبت وزنتون آفرین. بیشتر خم من بیشتر خم بودم. بیشتر خم. دیگه از این بیشتر خم باشم اینجوری من همونطوری بودم دیگه. نه اونجوری نه. بیا. ببین. دست تو اینجوری نگه دار. دست تو اینجوری عمود نگه دار. بیا آها. سمت جلو واسه منو بگی اون داره اشتباه میزنه. آها این میشه سینه. با اینکه فکر می‌کنی چشه ولی خیلی سخته. این ورزش شهروز شفاعت که مربی تیاریکس چه داره فقط اینه. احساس کنم بدنم 3 تا سایز افزایششون در حیات خونه‌شون رو ببندن. خیلی مخلصم و میریم که داشته باشه. بعد من کجاست؟ یه ذره سرشونه رو گرم کنیم با پشت بازو رو گرم کنیم. من یه ذره حرکت‌های سرشونه رو پشت بازو بزنیم. خوبه؟ سرشونه پشت بازو خوبه؟ آره. شما دستور بده آقا.
سلام ادب و احترام دارم خدمت تمام بینندگان عزیزی که ما رو از این قاب دارن نگاه میکنن. امروز قرار مصطفی عابدی رو اذیت کنم شدید. خیلی اذیتم کرده تو داستانی که ریش و موامو زدن مصطفی هم بود. آقای ادیتور اینو میذاره حتما. تو اون داستان مصطفی بود و وقتی ویدیو رو من دیدم عامل اصلی دنده هایی که دادم مصطفی بود. امروز اومدم یه بلایی سرش بیارم که نگاه کنید. تا آخر نگاه کنید. بازم این میشه کیه؟ نه پایینا نه بذار بیا پایین بریم چقدر بزن شوخی کردم پیچم بزن اون ایستگاه دیگه بزن با سرد میشی بزن ببخش بزن برو ماشاءالله برو ماشاءالله 10 تا ما بزنم مثلا برو ماشاءالله برو درست پایین نیاری شاد پایین نیاری شد دیگه گذاشته باشه بزن داره میشورم نه میخوام ببینم قدرت چقدره بزن برو ماشاءالله برو داداش برو درسته بزن داداش بزن اون خودت چه بزن 5 تا دیگه بزن بابا نمیگیش بزن دیگه که من بر نمیدارم بزن بزن خب یه دو تا بزن بابا حامد بردار اونو باشه دستم میگم بابا حامد دستم داره میارزه بزن نفسه میشوکی کرده بابا بابا داداشم بیا دستم نگه داشتم دیگه بابا بزن میگم اون دوره برای مکمل نمیذارم یه سه تا برو بطنم بره یه سه تا برو بطنم بره سبکش آبه کو نفسم گرفت تمام آبه چیکار کردی؟ آب اونجاست برو ماشاءالله برو 1 2 3 4 5 6 7 8 ماشاءالله فقط پایین نذار یا گوشت گذاشته اونجا نگه دار یه 10 تا دیگه سوپر 10 تا دیگه برو ماشاءالله 5 تا بزن برش دار یا 5 تا بزن برش بابا بعد دستم داره میره میگم دستم داره میره They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. بابا بعد چی میگم ندار دیگه اونو آقا مصطفی یه بار دو بار 10 باره شوخی دارم یه بار شوخی دو بار شوخی راست دیگه سالمه یکم پشتش شکسته داشت میخرم برای این کارا چه بیجا جلو همه آبرو اینا میبری بابا حامد برو بیرون جون مادر برو بیرون بابا یه گوشه دیگه بیا بابا جمع کن بابا 12 بود یه 13 میگیری فکر کردی چی ها؟ لعنی 20 تومن 30 تومنی؟ میخرم برات بابا آقا من عذرخواهی میکنم از آقا مصطفی عابدینی واقعا
واسه این شوخی بکنم که خرکی بود من یه کادو یعنی وظیفه‌مو انجام میدم یه دونه گوشی براشون میخرم ولی خواستم بدونم این روزی که اون شبی که اومدم پیش موهای منو زدم اونجا میخندیدی که دم نمیدادی من تا حالا آیفون 12 بدون دوربین ندیدم واسم جالبه ناراحت نباش مرسی خیلی بی‌جنبه است. ببین رستم هم به خاطر اینکه گذاشت پسرش بکشتش شد رستم ولی دیگه بعضی بچه‌ها راه نداد باشه حلال کرد آقا حلاله حلاله مرسی میخرم داداش میخرم یا نمیخرم میخرم سره من نوکرتم باشه حلال